به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام همدیاران ارجمند و زبان آموزان گرامی. درس دهم است از سلسله درس های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی. حرف I. ice cream, ice cream, ice cream. یخموز. insect, insect, insect. حشرات. iron, iron, iron. دزمال، آهن یا اتو. island, island, island. جزیره. این بود درس دهم. تا درس نوبتی، خداحافظ.